علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز ساز هستی؟ علیکم خوب السلام و هستی؟ رحمت الله. الحمدلله. الله حفظتان کند شیخ عزیز. امین و شیخ ایاک. عزیز یک سوال بود درباره تکفیر بالعموم، که یک شخص فهمید که موحد شد، لا اله الا الله را فهمید، رکن و شرط های رکن و شرط های لا اله الا الله را فهمید، نواقض اسلام را فهمید، اما تکفیر میکند بالعموم. این در همین حالت یک وای میکرده. یعنی تکفیر بالعموم همین است که هر کسی که در دارالکفر است، کسی نباشد نمازخوان باشد هم کافر میشمارد. بله بله، میگوید که اما کفر شخصی که به همون دولت موحدا هستند به آنها این ضرر ندارد. نفهمیدم چی میگه. در این گپ از طرف ایران میگن که شخصی که در ایران است همشون میگن کافر هستند، نقاب پوشنم، ریش دارنم. به همین مانند در تاجیکستان، روسیه، دیگر شهرهای هم میگن که شخصی که توحیدش رو دیدیم بعد حکم مسلمان میتیم. تکفیر بالعموم نکرد است. نمازخوانی که در درون مسجد است همون مسلمان میگه یا نمیگه؟ نه، وقتی که توحیدش رو دید غیر نماز. یعنی اینها ظاهر به بهانه میدهد و بعد از اینکه عقیدهش فهمید بعد اینها مسلمان میگه. بله بله، و در حالت ظاهر همین هم فهمانید که ظاهر چی بود، ظاهر بله چی است. بله ظاهر، عمل ظاهری که آدم مسلمان میکنه چی است؟ جزاک ظاهر الله خیرا. یک نفر خودش را مسلمان میگوید، نماز میخواند، زکات قبول دارد، حج میرود، همین ظاهر است. مسلمان همین است. الله در سوره توبه 2 مرتبه گفت فان آمنوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. اگر ایمان بیارند یعنی خودش مسلمان گوید و بعد از این نماز خواند، زکات دهد، اینها برادر مسلمان شما هستند. پیامبر گفتند که من صلى صلاتنا واستقبلنا قبلتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فهو مسلم. هر کسی که نماز خواند، که نماز ما همین نماز ما را خواند، قبله را قبله ما گوید و خودش مسلمان گوید و کشته ما را خورد، ذبح کرده ما را خورد، این مسلمان است. پیامبر این حکم کردن، الله این حکم کرد. لیکن امروز غلو کرده ها، خوارج ها میگن که ما نماز خواندن که حکم مسلمانی نمیدهیم، ما یک کسی در مسجد نماز خواندن که حکم مسلمان نمیدهیم. اینها گمراهند، اینها خوارجند، اینها به کفر واقع شدند، اینها آیت الله انکار کردند، سخن رسول الله انکار کردند. اینها چخیلی که عازری ها تکذیب کتی، مناط تکذیب کتی کافر شد، این خوارجی ها هم به مناط تکذیب کافر است. این خوارجی ها خیلی عقیده‌دارهایی که ظاهرا مسلمان قبول نمیکند تا عقیده‌اش نفهمد، اینها هم به کفر واقع شده است. بارک الله فیک. اما دلیلشون به این که ما در همین دور نهمی ها گشتیم، سوال جواب میکنیم، وقتی که یک پرزنی که کفری میشود همشون در همون جشن میگیرن. همه را گفتم باطل است. درون اینها گشتیم گفتنشان باطل است. بلکه هستند انسان هایی که مسلمان هستند. الله ظاهر حکم کن گفت، ظاهر حکم کردن میگیره. وقتی که بعد از این که شناخت یک آدم کفر شرک چه کفر میگه، انا میگم دین ما همین است. ماشاءالله شیخ. بعد عذر زیاد با یک حالت میکروفون مکان عذر یک سوال دوام سوالم همین که وقتی که در باره ایران میگن که همونجا همه شیعه هستن، کافر هستن، به همین میگن ما به درجه مولی، یعنی که بسیاری ها که کافر هستن 80-90% به همین چی میگیریم؟ دلیل که به همه چی میکنیم میگن این عقیده باطل است. در درون همه کافرها هم 100,000 کافر باشد و یک تا مسلمان نماز خواند و مسلمان است. فهمیدید؟ رافضه کافر است اما در درون رافضه اهل سنتی که نماز مسلمانی اهل سنت میخواند، این مسلمان است. تا کفر شرک دیدن. این منهجای ساخته بافته اینها است، از پیش خودشون ساختند و اینها به ظاهر که حکم نکردن، به ظاهر حکم کردن که اینکار کردن، این خوارجا کفار شدن. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.